در چند کوچه و محله‌های شهری پنجکент در اساس نقشه استودی پیشگیری بیماری کرونا کووید 19 و بهره امین نگاه داشتن سلامتی اهالی، ساختارهای مربوطه شهری پنجکent، خدمات دولتی آتش نشانی، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی در یکجایگی با استفاده تکنیک‌های ضروری در کوچه و خیابان‌ها، محله‌ها، درآمدگاه بازار، تدبیرهای پیشگیری و بی‌ضررگردانی را انجام دادند. کارهای بی‌ضررگردانی به آن مساعدت می‌کند که ویروس‌های ناعیان که احتمالاً در چنین جای‌ها موجودند باعث سرایت می‌گردند محو کرده شود و از سرایت‌یابی شهروندان پیشگیری کرده شود. همین طور چنین جای‌هایی که شما در نوار می‌بینید با استفاده از محلول‌های مخصوص تمیزگردانی کرده شد و این تدبیر سالمی اهالی من بعد نیز ادامه خواهد یافت. خود و نزدیکان را همیشه احتیاط بکنید. گزارش دلافروز حفیظ، اسماعیل جان خالوف، مخصوص برای پیغام.